رسول الله صلی الله علیه و سلم الله با تمام صفات عالی برای ما و شما معرفی کرده و رهبر ما گشتند. و عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میگفت که صحابه و تابعین توصیه میکرد، میگفت انسان زنده را هیچ وقت به انسان زنده را اسوه‌تان نگیرید. اسوه‌تان رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابی را که فوت کردن واره اسوه‌تان بگیرید. اسوه‌تان رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه که فوت کردن. این نصیحت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بود برای شاگرداش، برای صحابه، بعد صحابه بودن، بعد تابعین بودن، تابع تابعین. چرا انسان زنده که هست همیشه خودش تحت چی است؟ تحت امتحان است. هر لحظه امتحان است. بعضی اوقات امتحانات سخت میه، بعضی کسا در امتحانات سخت ناکام میمانه، تحمل کردن نمیتونه، گمراه میشه. و بعضی کسای دیگه هست که در امتحانات سخت نه، امتحانات بسیار مزدار میبرش، چوکی، موتر بسیار لوکس، قصر بسیار زیاد، پول و دلار و پیسه و تو باز امتحانات سخت گزاره میکنه. امتحانات آسانه که مزدار است بازی گزاره کردن نمیتونه، باز ببینی که منحرف میشه. کلیپ هاست 20 سال پیش یک قسم کلیپ داره، 20 سال بعد کلیپاش سعی کنیم با گپای 20 سال پیشش کاملا متفاوت است. سابقیش آلنگیش چی میکنه؟ خود سابقیش صحیح است و خودش هم صحیح بود. این حال چی است؟ از این خاطر کسایی که مثلا انسان زنده را الگو و رهبر خود میگیره، چون او انسان خودش در امتحانات و در فتنه ها قرار میگیره، باز خود از این انسان در فتنه واقع میشه.